به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان عزیز. من صدف گلمرادی هستم، معلم دانشگاه و عضو گروه سنجاق قفلی. سنجاق قفلی گروهی است که کار ترویج کتاب کودک و نوجوان رو انجام میده. به صورت داوطلبانه ما این کار رو انجام میدیم. سردبیر گروه جناب آقای علی اکبر زین العابدین هستند که نویسنده کودک و نوجوان و روانشناس هستند ایشون. ما در گروه سنجاق قفلی در کارگروه‌های تخصصی موضوعاتی رو که فکر می‌کنیم کودک و نوجوان امروز بهش نیاز داره اما کمتر بهش توجه شده رو انتخاب می‌کنیم. بر اساس اون موضوعات کتاب‌هایی که در اون حیطه هستن رو برمی‌گزینیم، در رابطه با آنها و برای معرفی آنها محتوا تولید می‌کنیم، جستار می‌نویسیم و با متخصصان امر مصاحبه می‌کنیم. موضوع جعبه و جستارهای امروز ما پذیرش خود هست. به همین دلیل هم دعوت کردیم از خانم نوشین شعبانی که روانشناس و نویسنده کودک و نوجوان هستند که در این باره با ایشون گفتگو کنیم و بیشتر برای ما تبیین بشه این محور. خانم شعبانی در خدمت شما هستیم که صحبت آغازین رو داشته باشید. خب منم خودم معرفی کنم. من نوشین شعبانی هستم. تقریبا 20 سال هست که برای کودکان می نویسم. مشاور کودکان و مشاور فرزندخوندگی و روانشناس کودک هستم، کودک و خانواده، و در خدمتون هستم تا انشالله گفتگوی خوبی رو در خصوص پذیرش خود داشته باشیم. بزرگوارید، من تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، لطف کردید. میدونم سلامت باشید، میدونم که خیلی هم مشغله داشتید. خب خانم شعبانی، شما جایی گفتید که همه چیز با تعریف در واقع شروع میشه و از بستگی به تعریف داره. فکر میکنم الان هم خوبه که با تعریف شما به عنوان یک متخصص و نویسنده از پذیرش خود شروع کنیم. بله، خیلی مشخصه که ما وقتی وارد هر مقوله‌ای میشیم اول بخوایم تعریفش کنیم، یعنی مشخص کنیم که ما اصلا میخوایم در مورد چی حرف بزنیم. وقتی در مورد پذیرش خود صحبت میکنیم یعنی ما بتونیم خودمون رو آنطوری که هستیم بر مبنای شناخت خودمون بپذیریم، یعنی خود ارزشمندی و در واقع آگاهی و خودآگاهی خیلی به هم نزدیک و در ارتباط با هم هستن. پس پذیرش خود یعنی پذیرش، یعنی ارزش قائل شدن برای خود، علاقه داشتن به خود بر مبنای خودآگاهی. خیلی عالی. پس شما در واقع میان خودشناسی و خودآگاهی و پذیرش خود یه رابطه مستقیم میبینید؟ در واقع بر مبنای خودآگاهی ما میتونیم پذیرش خود داشته باشیم. یعنی اینجوری باید بگم عزت نفس بر مبنای خود ارزشی هست و در واقع پذیرش خود هست و پذیرش خود بر مبنای خودآگاهی. خیلی عالی. انگار یه بیسی خودآگاهی. متشکرم، خیلی عالی. خب فارغ از این بود تئوریک، چه مصداق‌هایی رو برای پذیرش خود میتونید به ما بگید شما؟ ببینید وقتی یک کودک، بهتره که از همین ابتدا چون قرار در مورد کودک صحبت کنیم بحث رو ببریم روی متمرکز کنیم. وقتی یک کودک خودش رو میپذیره معنیش اینه که به بدنش احترام میذاره، معنیش اینه که میدونه چطوری از خودش مراقبت کنه، از بدنش و از روحیه و روانش مراقبت کنه بر مبنای علاقه، نه بر مبنای ترس. چون یه وقتی هست که میگیم مراقب خودت باش نیفتی، این بر مبنای ترسه. ولی وقتی کودک احساس میکنه که باید این غذا رو نخورم چون برای من این غذا مفید نیست، چون من خودم رو دوست دارم و نمیخوام به من آسیبی برسه، این بر مبنای حس خود ارزشمندی هستش. این که کودک
بتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، روابط اجتماعی مؤثری داشته باشه، خودگویی منفی کمتری داشته باشه و اینکه کمتر در واقع به نظرات دیگران اهمیت بده و بیش از هر چیزی متمرکز بر احساس و تجربه و افکار خودش باشه. اینا میتونه مستوای عملی در واقع پذیرش خود باشه. بسیار عالی. به نظر شما میتونیم نگاه جنسیتی به این موضوع داشته باشیم؟ یعنی بگیم مثلا پسرها بیشتر این پذیرش خود رو دارند یا دخترها بیشتر دارند؟ اصلا پژوهشی شده تو این زمینه یا تجربه شما؟ بله، من اون چیزی رو که میخوام بگم بر مبنای گوگل کردم و سرچ، نه بر مبنای مراجعه به کتابخانه ملی. یعنی اول مشخص کنیم اون چیزی که گفته میشه. ببینید فارغ از پژوهش مشخصه که جنسیت و کلیشه های جنسیتی در همه مواردی که مرتبط با روان هست ارتباط داره. بر مبنای پژوهش بخوایم بگیم، اونایی که یعنی پژوهش هایی که شده و من بهش دسترسی داشتم نشون میده که وقتی که ما به کلیشه های جنسیتی پایبندیم، رضایت از زندگیمون کمتر میشه. خب اینو تعمیم نمیدیم، البته دیگه در واقع یک گروه آزمایشی در یک حیطه این پژوهش شده و همینطور پژوهش ها نشون میدن که پسرها عزت نفس بیشتر و خوشبینی بیشتری دارن و دخترها روابط مثبت و هیجانات مثبت بیشتری رو تجربه میکنن. اگر بخوام خودم توضیحی در این مورد بدم، باید بگم که اینکه جامعه چجوری به جنسیت نگاه میکنه با پذیرش خود میتونه ارتباط تنگاتنگ داشته باشه. آیا یکی از جنس ها جنس اول و اون یکی جنس دومه؟ آیا یکی از جنس ها ارزش و حقوق بالاتری داره و موقعیت اجتماعی بالاتری رو کسب میکنه، نگاه مثبت‌تری بهش هست و آن جنس دیگر این مزایا رو نداره؟ هر کدوم از اینها در پذیرش خود مؤثره. ما تعداد کمی از در واقع حالا نوجوان‌های پسر یا کودکانی در واقع پسری که به ما مراجعه میکنن، ما تعداد بسیار کم، من تا حالا نداشتم ولی احتمالاً همکاران داشته باشن، کمی رو دیدیم که بخوان دختر باشن، ولی در عوض دختران نوجوان بسیاری به من گفتن که دلشون میخواد پسر باشن. این مسئله خب قشنگ در ارتباط با پذیرش خود هست و از کجا نشأت میگیره؟ از نگاه اجتماع به جنسیت. متشکرم. بیان شما بسیار گویا و رسا بود و نیاز به هیچ توضیح نداره. فکر کنم جواب رو همه ما متوجه شدیم. فکر میکنید برای تقویت پذیرش خود از چه سنی باید اولیا و مربیان برنامه ریزی کنن؟ اصلا آیا نیاز به برنامه ریزی هست یا اینکه یک به قول اهالی تعلیم و تربیت یک برنامه درسی پنهان میتونه این رو هدایت کنه؟ بله، مشخصاً که نیاز به برنامه‌ریزی هست، مشخصاً نیاز به آموزش والدین و مربیان و معلمین هست و من فکر میکنم چون ما حالا اگر بخوایم محدودش کنیم به کشور خودمون، ما خیلی پذیرش خود رو از والدینمون یاد نگرفتیم، پس نمیتونیم به بچه ها یاد بدیم. سیستم آموزش پرورش رسمی ما هم در این زمینه هیچ برنامه‌ای، حالا مطلقش نکنم ولی درصد زیادی تا اونجایی که من سر و کار داشتم توجه به این مسئله نداشته. پس چجوری میشه پذیرش خود و خود ارزشمندی رو به کودک و نوجوان یاد داد وقتی که خودمون بلد نیستیم؟ پس ما نیازمند آموزش و برنامه‌ریزی، تعلیم و تربیت برای خودمون، یعنی بزرگترها، معلمین، مربیان، والدین داریم
تا بعد بتونیم یه برنامه‌ریزی وسیع تری داشته باشیم که خب حالا ما یاد گرفتیم چجوری به کودک منتقلش کنیم، چجوری به کودک یاد بدیم. به اضافه این که ما در واقع الگو هستیم برای کودکان و کودکان هر چی که بهشون بگیم خیلی از ما یاد نمیگیرن، اون چیزی رو یاد میگیرن که ما هستیم. پس اگر ما الگوی در واقع خوبی برای خودآگاهی و پذیرش خود نباشیم، هر چیزی که میخوایم سر کلاس درس به بچه‌ها بگیم در واقع هیچ تأثیر در واقع مؤثر نخواهد داشت. خیلی عالی. در واقع شما معتقدید که ما اول باید خودمون آموزش ببینیم. بله حتما. اگر آموزش ببینیم خواه ناخواه این در رفتار و کردار ما نمود پیدا میکنه و بچه‌ها هم یاد میگیرن. بله به صورت در واقع یادگیری مشاهده‌ای بچه‌ها یاد میگیرن، ولی فقط این نیست که ما بخوایم به صورت یادگیری مشاهده‌ای به بچه‌ها یاد بدیم، باید متد، روش و مواد آموزشی داشته باشیم برای یاد دادن به کودک. چون ببینین وقتی یه بزرگسال میخواد احترام به خود و خود ارزشمندی و پذیرش خود رو یاد بگیره، متوجه میشه که چه ترومایی داشته، متوجه میشه چه نقص‌هایی داشته و تازه باید اونها رو حل کنه. ولی کودک مثل در واقع خمیری میمونه که حالا بر مبنای شخصیتش میشه شکلش داد، باید بهش آموزش داد. نیازی نیست وقتی آموزش ها منفی نباشه دیگه نمیخواد خیلی انرژی بذاریم که اونا رو حلش کنیم. از ابتدا آموزش های درست به کودک میدیم و خودمون هم اگر الگوی خوبی باشیم مطمئنا جامعه. خانم شعبانی عزیز، چون که عرض کردم گروه ما گروه سنجاق قفلی گروه ترویج کتاب هست، بنابراین از هر چه بگذریم سخن دوست باشه است. فکر میکنید کتاب ها به چه میزانی میتوانند مخاطبان کودک و نوجوان ما رو در مسیر پذیرش خود کمک کنند؟ ببینید ما برای آموزش پذیرش خود به کودکان روش های مختلفی رو داریم و یکی از این در واقع و ابزارهای متفاوت. یکی از این ابزارها کتاب هست. منتها مبتنی بر این هستش که ما از نوزادی شروع کنیم به خوندن کتاب، والدین شروع کنن به خوندن کتاب برای در واقع برای کودکانشون و همینطور خرید کتاب و خواندن کتاب و قصه گویی ادامه پیدا کنه تا کتاب تبدیل به جزئی از زندگی کودک بشه. اون موقع هست که کتاب ابزار مناسبیه و کتاب خوب در زمینه پذیرش خود میتونه در واقع باید اون فرهنگ رو اول ایجاد کرده باشیم که بعد بتونیم از اون درسته. وقتی کتاب خوب باشه ولی کودک کتاب خوان نباشه چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم؟ فکر میکنید رویکرد کلی ادبیات کودک و نوجوان ما در ایران نسبت به این حوزه پذیرش خود چجوری است؟ آیا آثاری داریم در این زمینه؟ خب اگر بخوایم در مورد ادبیات کودک و نوجوان صحبت بکنیم باید بگیم که ما خیلی پیشینه‌ای در این زمینه در کشورمون نداریم. ادبیات کلاسیک ما بیشتر جنبه پند و اندرز پدرانه داشته، نصیحت، سرزنش و در واقع با همون واژگان و کلام بزرگ سالانه سعی شده برای کودکان شعرهایی گفته بشه یا داستانهایی تعریف بشه که کودک رو به راه راست هدایت بشه. بعداً در هول و هوش انقلاب چند سال قبل در واقع این ادبیات معاصر استارت زده میشه، شروع میشه. باز هم مسائل تربیتی و مسائل توی کتاب ها هست، منتها شاید یه جنبه تند و تیز و انقلابی گری درش وجود داشته باشه. در دهه اخیر ما شاهد کتاب هایی هستیم که به آموزش خودآگاهی و پذیرش خود اشاره دارن. بیشتر کتاب ها ترجمه هستن و درصد کمی هم تعریف داریم. خیلی خوب. بله،
برای یک روند رو به پیشرفت در این دیده میشه فکر میکنم با توجه به رشته‌های ادبیات کودک و نوجوانی که در سطح ارشد دکتری نمیدونم الان در دانشگاه شهید بهشتی بعضی از دانشگاه‌ها مشخصاً ارشد ادبیات کودک میگیرن، بعد مجله علمی پژوهشی که دارن اینها نشون میده که یک در واقع ارتقایی و سیر رو به رشدی رو ما داریم طی میکنیم. ولی مهم اینه که شروع کردیم. خیلی عالی. خانم شعبانی، شما یه مجموعه 6 جلدی دارید با عنوان کاراگاه کوچولو. فکر میکنم تو اون مجموعه شما بخش رو به مهارت‌ها پرداختید و میتونه در زمینه پذیرش خود به کودک و نوجوان و تو اون مجموعه فکر میکنم مشخصا کودک در واقع یاری برسونه و قابل استفاده باشه برای مخاطبین ما صحبت کردن در مورد این مجموعه. بله، من یه مجموعه 6 جلدی دارم در انتشارات رشد چاپ شده در بخش کودکش که جوانی رشد هستش و در واقع اون 6 جلد آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکانه. ولی 2 جلد از این کتاب رو که من آوردم و میخوام در واقع بهتون نشون بدم میتونه کمک کنه به کودکان در خصوص شناخت احساساتشون. یکی از گفتم که پذیرش خود بر مبنای خودآگاهیه و خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی که ما احساساتمون رو بشناسیم، نقاط قوت خودمون رو بشناسیم، بتونیم رفتار خودمون رو بشناسیم. یکی از این کتاب ها در واقع کتاب کاراگاه عصبانی می شود هست و اون یکی کتاب کاراگاه مسخره می شود. میتونم نشون بدم. این 2 تا کتاب و در واقع این مجموعه 6 جلدی یه متد جدیدی رو بر مبنای حل مسئله مطرح میکنه، یعنی به صورت یه داستان مستقیم نیست و جزو کتاب‌های در واقع آموزشی محسوب میشه. به این شکل که یه در واقع در قالب داستان یه مشکل، یه معما طرح میشه، یه دختر در واقع کوچکی که کاراگاه کوچولوی ما هست به حل اون معما میپردازه، ولی نه خودش. این کودک هست که وقتی کتاب رو میخونه با کمک والدین گزینه‌های مختلف رو باید امتحان کنه و گزینه مؤثر رو پیدا بکنه. این در واقع روش توانایی حل مسئله است. ولی خب وقتی که کودک مهارت ابراز وجود و جرأت ورزی و در واقع جسارت ورزی رو یاد میگیره، این هم کمک میکنه به پذیرش خود. یک کتاب دیگه هم دارم من که این خیلی بیشتر من فکر میکنم کتاب میسین کوچولو هستش که به در واقع زبان فنلاندی هم ترجمه شده. این کتاب بیشتر به مسئله خود، یعنی اساسش هویت و خودآگاهیه و قصه یه دایناسوری هست که یه روزی از تخم میاد بیرون و نمیدونه کیه و جستجو میکنه از توی جنگل بر مبنای در واقع تفاوت‌ها و تشابه‌ها هر حیوانی رو که می‌بینه فکر می‌کنه که خودشه تا بالاخره هویت خودش رو پیدا می‌کنه و میپذیره که من چی هستم. به یک کشف میرسه. من فکر می‌کنم این کتاب چون این در واقع مثل کتاب آموزش مهارت‌های اجتماعی نیست، این یه رمانه و من فکر می‌کنم و کودک به تنهایی در واقع نوجوان به تنهایی میتونه این رو بخونه و در این زمینه خیلی کمکش میتونه. متشکرم. خب شما اهل قلم هستید و نوشتن برای کودکان به نظرم خیلی سخته. میخوام از این چالش هایی که در نوشتن این کتاب ها داشتید برای ما صحبت کنید، چون به هر حال مخاطب بزرگسال خودش رو پیدا میکنه، جایی سختی در متن هم باشه، در واقع مطلب حتی جاهای درست منتقل نشه، میتونه خودش در واقع مشارکتی در فهم مطلب داشته باشه، ولی برای نویسنده کودک و نوجوان فکر میکنم یکی از چالش های مهم باشه. البته خوبه پیوند بزنم به مسئله گفتگومون، یعنی پذیرش خود. ببینید نوشتن برای کودکان همینطور که گفتید آسون نیست، به این دلیل که ما یه
خزانه واژگان مشخص داریم، خزانه لغات مشخص داریم که باید از اونها استفاده کنیم، اونم به فراخور سن. در صورتی که تو ادبیات بزرگسال من میتونم هر چیزی که میخوام با هر زبانی که میخوام و قابل فهم برای یک بزرگسال هست بنویسم، ولی برای نویسنده کودک این مهمه که خب حالا من برای چه سنی می‌نویسم، کودک نوجوان گروه سنیش چیه، خزانه لغات اون چیه، حس و حالش چیه، نیازهای روانیش چیه، به چه چیزهایی علاقمنده و حالا من چطور بنویسم که به مذاقش خوش بیاد و دوستش داشته باشه و بخونه. پس آسون نیست، چون من باید یه سری محدودیت ها زیاده در نوشتن و یه سری شروط رو باید رعایت کرد. اما نوشتن در زمینه خودآگاهی و پذیرش خود چون نیاز به دانش روانشناسی داره، به نظر من یه مقدار دشوارتر میشه. چرا؟ چون علاوه بر این که من باید متن رو بنویسم که مناسب حال کودک و نوجوانه، مناسب روحیاتش و حالا دانشش هست، علاوه بر اون باید درست مطلب رو منتقل کنم، باید حواسم باشه کودک رو درگیر این موضوع بکنم، ذهنش رو درگیر کنم و راه حل مستقیم، راهکار مستقیم بهش ندم. کودک در فرایند داستان به این نتیجه برسه که میتونم خودم رو بپذیرم، میتونم خودم رو دوست داشته باشم. و کتاب‌های ترجمه‌ای که در این زمینه داریم من می‌بینم که خیلی خوب هست، خیلی بهتر از کتاب‌هایی که در واقع همکاران به تازگی حالا دارن می‌نویسن، ولی کتاب‌های موفق تألیف هم داریم. ولی اون چیزی که مهمه اینه که هر نویسنده کودک و نوجوانی که میخواد وارد این حیطه بشه، یعنی میخواد در زمینه پذیرش خود و خودآگاهی کتابی بنویسه، باید در اون زمینه دانش روانشناسی هم کسب کنه. خب از نویسندگان ایرانی میتونید آثاری به ما معرفی کنید و همچنین از نویسندگان خارجی؟ من اینجا یه تقلب گذاشتم فقط برای همین سوال شما. خب اول به کتاب‌های ترجمه اشاره کنم. کتاب المر که خب همه میشناسن شخصیت المر رو و من فکر میکنم که اکثر کودکان هم اون رو بشناسن. یکی از کتاب‌هایی که خیلی در زمینه پذیرش خود کمک میکنه، چرا؟ چون المر یه فیلیه که با بقیه فیل‌ها متفاوته. من فکر میکنم این کتاب رو باید هر کودکی بخونه یا فعالیت‌هاش رو هر کودکی انجام بده. آقای دیوید مکین این کتاب رو نوشتن. کتاب‌های دیگه‌ای هست، مجموعه ها رو یادآوری کنم. مجموعه کارگاه زندگی، نویسندش نیلسن هست، یه نویسنده نروژی. مجموعه خودم هستش که کتاب شنگال هستش و ما میتونیم تو لیست کتاب‌های هدهد اصلا اینا رو پیدا کنیم. بله تو سایت کتابت تو لیست کتاب‌های هدهد بله کاملا به تفکیک موضوع معرفی شده و کودکان و والدین به راحتی میتونن پیدا کنن. تو کتاب‌های تألیف من 2 تا کتاب رو دیدم، نمیتونم بگم که رفتم تحقیق گسترده‌ای کردم، ولی اون کتابی که من دیدم یکی آقای مسعود ملکیاری نوشتن به نام بزرگ قد یک دکمه و یکی هم کی همه چی رو میدونه خانم بدریه مشهدی. این 2 تا کتاب رو دیدم که و خوندمش و دیدم که آره واقعا اینا میتونه موضوع پذیرش خود باشه، چون به تفاوت‌ها اشاره میکنه. یک چیز خیلی در واقع مثل که در بین همه کتاب‌هایی که به پذیرش خود، یعنی در اون مایش پذیرش خود هست، به یه موجود متفاوت اشاره میکنه. چون همه کودکان و همه ما یه موجود در واقع منحصر به فرد هستیم. در صورتی که چیزی که توی جامعه، توی خانواده و توی مدرسه به بچه‌ها یاد داده میشه اینه که تو مثل بقیه باید باشی، بله شبیه بقیه باید باشه، اگر میخوای خوب باشی مثل بقیه باش. ولی در کتاب‌هایی که
روی موضوع پذیرش خود کار میکنه به کودک یاد داده میشه که تو میتونی کاملا متفاوت باشی و اصلا هستی. تفاوت‌هاتو پیدا کن و بپذیر و این تفاوت‌ها همش مثبت نیست، همش هم منفی نیست، فقط موجود یگانه و منحصر به فرد تو رو میسازه. خیلی عالی. فکر کنم خوب در واقع مسیر رو طی کردیم که برسیم مجدد در واقع برگردیم به مدرسه. اینکه ما آیا مدارس ما در این مقوله دارن مثبت عمل میکنن یا نه نقش سلبی دارن؟ خب دیگه بذارید با آزادی بگیم که نقش سلبی دارن. من رشتم روانشناسی تربیتی هست و دوره زیادی، یعنی 20 سال تو دانشگاه، به حداقل 20 سال تو دانشگاه به معلم‌های آموزش ابتدایی و رشته آموزش ابتدایی درس دادم. بر مبنای تجربیات خودم دارم میگم، حکم کلی صادر نمی‌کنم که علمی هم نیست. بر مبنای اون 20 سال تجربه‌ای که داشتم با معلم‌های ابتدایی دارم میگم که من ندیدم که آن چیزی که ما بهشون یاد میدیم یا اون چیزی که اونها ابراز میکنن بر مبنای پذیرش تفاوت‌های فردی باشه. چرا؟ چون مقایسه کردن در نظام آموزشی ما به عنوان یه ویژگی مثبت تلقی میشه و خیلی ها ازش استفاده میکنن، در صورتی که کاملا غلط هست. اصلا مشوق موفقیت نیست، بلکه مشوق اضطرابه. خب این نقش سلبی. دوم، مثل همه باش، مثل همه فکر کن، برو پزشکی بخون، برو مهندس بشو. اینم یعنی چی؟ نقش سلبی. و مثل این خیلی چیزهای دیگر میتونیم بگیم که هیچ کدوم در جهت پذیرش خود نیست و دقیقاً بر خلاف اون هست. کاملا موافق هستم. اینکه یه قالب مشخص که همه باید در اون قالب قرار بگیرن، اون پذیرش خود رو کاملا منتفی میکنه و اصلا باعث میشه از اون ظرفیتایی هم که داریم نتونیم بهره بگیریم. من به عنوان آخرین سوال دوست داشتم از شما بشنوم که اگر قرار باشه در کتاب‌های درسی ما یک موضوعی به عنوان یک مهارت زندگی مد نظر قرار بگیری که کمک کنه به پذیرش خود برای دانش آموزان، فکر می‌کنید در چه پایه‌هایی و چه در واقع محتوایی میتونه باشه؟ خب مشخصه که ما باید از پیش دبستانی شروع کنیم. یعنی اول باید مربیان مهدهای کودک رو آموزش بدیم که چطور کودکان شاد و راضی و آگاه، منظورم از آگاه خودآگاهی، چطور چنین کودکانی رو در واقع تربیت کنیم. و بعد خب بچه ها وارد دبستان میشن و دروس ابتدایی بسیار اهمیت داره. تو این دو تا مقطع اصل کاری که باید انجام بشه تو این دو مقطع. البته که باید آموزش ها ادامه داشته باشه، ولی قرار ما از دوره دبیرستان شروع کنیم یا از متوسطه اول شروع کنیم، نتیجه خاصی نمیگیریم. خیلی دیر هنگام میشه در واقع. چرا؟ چون دیگه کودک یاد گرفته شخصیت من باید مثل بقیه باشه. یه چیزی که تو دوره کرونا ما خیلی مواجه بودیم باهاش، تو دوره بعد از کرونا البته، اینکه نوجوانان ما ماسک رو بر نداشتن و وقتی ازشون سوال میکردیم خب که تموم شد دیگه میتونی برش داریم، اینجوری قشنگ ترم. چرا؟ چون نوجوان ماسک رو صورتش میذاشته و خیلی راحت میرفته تو جمع، چون خودش رو نپذیرفته. حالا که باید برداره مشکل داره. یعنی اون کودکی که تو این 3 سال کرونا نوجوان شد، به سختی ما داشتیم کیس هایی رو که به سختی تونستیم بهشون بگیم که تو خوبی، بدون ماسک هم خوبی. پس ما باید از دوران کودکی شروع کنیم و به کودک یاد بدیم که اول از همه نقاط مثبت و منفی خودش رو بشناسه. وقتی میگیم منفی به این معنی نیست که اون بده، به اون معنی که کمکی به پیشرفتش یا کمکی به شاد بودنش نمیکنه.
و نیاز داره که اون ویژگی رو بپذیره و حالا اول بپذیره که بد نیست و بعد کار کنه روی اینکه حالا میتونم تغییرش بدم به اون سمتی که میخوام، نه به اون سمتی که بقیه میگن، بلکه به اون سمتی که من میخوام. مارتین سلیگمن در واقع سوالی رو سال 2009 مطرح میکنه و اون اینه که آیا مدارس ما شادکامی و احساس رضایت رو به کودکان یاد میدن و بعد اگر یاد نمیدن، خب این چیزی که ما برای زندگی نیاز داریم، ما در کودکی باید این رو بیاموزیم تا به بزرگسالی منتقلش کنیم. پس باید در محتوای درسی و کتاب‌ها گذاشته بشه. یکی از قشنگترین و بهترین چیزهایی که والدین و یا سیستم آموزش رسمی میتونه به کودک بده عزت نفسه، اعتماد به نفسه. البته ما باید در ابتدای بحث عزت نفس و اعتماد به نفس رو هم یه تعریفی میکردیم که اگه اجازه بدیم من الان این کار رو ببینید. عزت نفس گفتیم بر مبنای، یعنی اعتماد به نفس و عزت نفس بر مبنای عزت نفسه. عزت نفس یعنی که من خودم رو دوست دارم، یعنی خودم رو قبول دارم، همینی که هستم رو میپذیرم. و اعتماد به نفس یعنی که من خیلی از کارا رو میتونم انجام بدم، من توانام. پس اعتماد به نفس به توانایی ها توجه میکنه، عزت نفس به من توجه میکنه، منی که ارزشمندم. و این با خودخواهی متفاوته، چون در عزت نفس من خوبم، بقیه هم خوبم، من خودم رو میپذیرم، بقیه رو هم میپذیرم، من تفاوت‌های خودم رو قبول دارم، تفاوت‌های دیگران رو هم از خودم قبول دارم. ولی در خودخواهی من خودم رو قبول دارم، ولی دیگران رو که از من متفاوت هستن و مثل من نیستن رو مسخره میکنم، قبولشون ندارم، قضاوتشون میکنم. خب اینا چیزایی که باید در محتوای درسی گنجانده بشه و اونم نه به شکل آموزش از طریق معلم، یعنی آموزش معلم محور از طریق سخنرانی، بلکه از طریق فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی که به کودک داده میشه، از طریق شناسایی احساسات، باز هم با تمرین‌هایی که به کودک داده میشه. یعنی ما برای آموزش خودآگاهی، پذیرش خود و برای تقویت عزت نفس کودکان احتیاج به کارگاه‌هایی در مدارس داریم و معلم‌ها و مربی‌هایی که بلد باشن این کارگاه‌ها رو با شیوه دانش آموز محور بگردانن، نه با شیوه سخنرانی، نه با شیوه سنتی. خب خیلی عالی خانم شعبانی. من در واقع این برداشت داشتم از فرمایش شما که باید فرایندی به این داستان نگاه کنیم. ضمن این که می‌خوایم کودک رو کمک کنیم، اول باید خودمون واقعاً به اون درجه رسیده باشیم. و اینکه فکر میکنم با توجه به حالا فرمایش شما الان به این نتیجه رسیدم که چقدر خوب میشه که ما در گروه‌های تألیف کتب درسیمون روانشناسان رو داشته باشیم. یعنی واقعا ضروری است برای اینکه درست حرکت کنیم، درست پیش بریم. گروه ادبیات فارسی اگر کتاب بخوانیم و بنویسیم تألیف میکنه و یه متخصص ادبیات هست، یک برنامه‌ریز درسی هست، حتی یک روانشناس هم باید در همه گروه ها ما داشته باشیم که بتونیم در مسائل مختلف، حالا اینجا ما محورمون امروز پذیرش خود بود، ولی در سایر مباحث بتونن کمک کنن و به صورت در واقع یک تیمی که به صورت حرفه‌ای درست برنامه میریزه، درست محتوا تولید میکنه. صرفاً با این رویکرد ما میتونیم به نتیجه برسیم. من سوال خاصی دیگه از حضرت عالی ندارم. اگر صحبتی داری سخن پایانی رو بفرمایید. خیلی ممنون از شما و گروه سنجاق قفلی و گفتگویی که ترتیب داده شد. امیدواریم بریم به سمتی که برای خودآگاهی، برای خود ارزشمندی قدم‌های مؤثری بردارید. انشالله. باز من سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و این حضور سبز شما رو گرامی می‌داریم. بسیار ممنونم.